دوستان عزیز سلام. در این مرحله اونچه که خیلی مهم و ضروری است تو قسمت تربیه و پرورش گل روز هرس و باغبانی گل روز هستند که هر از گاهی هر یه هفته یا 10 روز بعدی باید یه بار بستر ها به شکل درست اساسش باغبانی شوند به خاطر رشد هرچه بهتر گیاه. برای باغبانی ما چند کار عمده رو میخوایم انجام بدیم. همچنین که حالا میبینین گیاه خیلی به هم ریخته و یه جوری بی‌نظم شده. اول اینکه باید یک نظم درست حسابی داده شون. ما باغبونی دوری توغه داریم و باغبونی بیند، یه قسمت پایینی رو بهش میگیم بیند و دوری ساحه بوته اصلی که برداشت میکنیم بهش میگیم توغه. حالا بعضی ها میاد اول دور توغه را باغبونی میکنن و بیند را جداگانه و بعضی ها میاد بیند و دور توغه را هر دوتا را با هم باغبونی میکنن. حالا ما آمدیم اینجا اینا را همه را با هم باغبونی میکنیم. تو قسمت باغبونیش چه کارهای عمده را انجام میدیم؟ اول اینکه شاخه‌هایی که روش نموش زیاد شده و تو مسیر مرور ما دست پاگیر هستن، اینا را یا قطع میکنیم یا اینکه زری نخارد میکنیم و شاخه‌هایی که سیاه شده حالا به دلیل آفات اینا یا به شکل طبیعی خودش از دور برداشته شده، اینا رو میم حذف میکنیم. شاخه‌های مثلا یه زمان بیند بودن، حالا آمدن از دور خارج شده و سیاه شده دیگه، اصلا بودنش اینجا همچین ضرورت احساس نمیشه، باید حذف شونه. این شاخه رو میم حذفش میکنیم و از دور خارج میکنیم. بعدش هم یک تعداد برگای هستن که زرد شده، برگای زرد و شاخهایی که قبلا شکسته بوده اینجا باقی مانده، اینا رو میم حذفش میکنیم. خب میرسیم به یک تعداد غنچه هایی هستن که غنچه های به در نو بخور، این شاخهای کوتاه و سبز هستن، اصلا به در بازار اینا نمیخوره. غنچه ها رو میم حذفش میکنیم. ولی همچنین شاخهایی که روبین رشد و نمو کرده و یه چیزی حدود 50-60 سانت قد دارن، اینا رو میذاریم برای بازار. میرسیم به دور توغه. دور توغه اما همچنین حالا میبینی اصلا دیدی خوبی نداره برای برداشت گل. ما به شکل درست نمیتونیم تشخیص بدیم و چجوری پله بذاریم، از کجا پله بذاریم. به او خاطر بعضی برگای خیلی زرد و نابود اینا رو میریم حذفش میکنیم. کارت های شکسته رو میچینیم و اینجا را دوری توغه را یک کوچولو خلوت میکنیم و این برگای زرد هم که کف بستر ریخته اینا رو هم به خاطری که از پناهگاه آفت اینا اصلا اینا رو هم جمع میکنیم و کفی بستر ما رو صفا و سوتره نگه میداریم. برگای اضافی رو هم حذف میکنیم. حالا دور توغه ما مشخص هستن و همینطور تو جریان برداشت اینا ممکنه تو پله گذاری و برداشت اینا سریعتر عمل کرده باشه، اشتباهات داشته باشه یا
شاخهای خشک شده اینایی باشه، اینا رو هم حذف میکنیم، اشتباهات خود اصلاح میکنیم و بعضی شاخهایی که اینجا قبلا تو کف بستر افتاده و اضافات که افتاده اینا رو هم جمع آوری میکنیم و در همین حد یه فرمی به بستر میدیم و مثل شاخه‌ای هستن که قبلا ما برای پله گذاری گذاشته بودیم، اما به مرور زمانی خوش شده از بین رفته. حالا اون چی که خیلی مهم و الزامی است قبل از اینکه شاخه رو حذف بکنیم یا هر جای اصلاحی چیزی داشته باشیم، اول قیچی را تو الکل ضد عفونی میکنیم که تا گیاه آسیب نبینه. اینا را حذف میکنیم و از بستر خارج میکنیم. به صورت کلی باغبونی کلا همین موارد داره. شاخهایی که پله‌ای که قبلا گذاشته بودیم، اشتباهاتی که داشته و اشتباهات رو برطرف میکنیم و جوانهای کوری که حالا تو دور تو قطع مسیر ماستی جوانهای کوره حذف میکنیم که در قسمت تو یک مرحله جداگانه حالا میم کار میکنیم که قسمی جوانها رو ما به عنوان جوانهای کور حساب میکنیم و بعضی شاخ قرمزایی که همچین روی بین رشد کرده و خیلی رشد خوبی داره، حالا اینا رو ما اگه حذف بکنیم حیف. رو لحاظ میم چند تا برگ پایینش رو حذف میکنیم و خود شاخه رو میذاریم برای برداشت بازار تا همین حد. این شاخه هم که ضعیفه اینا رو اونجاش میکنیم حذف میکنیم و بین میکنیم. در همین حد بستر باغبونی شد. این کلن روال روش باغبونی گل روزه. همچنین که حالا مشاهده میکنید تیکر ما آمدیم باغبونی کردیم، کاراش انجام دادیم، خیلی منظم هستن و این تیکه هنوز باغبانی نشده، خیلی به هم ریخته است. حالا همینطوری جلو میریم و باغبونیش انجام